بچه ها یوتیوب فارسی دیگه چی؟ به درد نمیخوره. یوتیوب دیگه بهمون پول نمیده. بیاید بریم توی این برنامه که معرفی میکنم و اونجا با هم ادامه بدیم. خب بچه ها همه اینا دروغه، اما قضیه چیه؟ همه چی از اونجا شروع شد که یوتیوبر محبوبمون اومد و این موضوع رو مطرح کرد و در عرض یک روز تمام فضای مجازی از این موضوع پر شد و حتی کانال هایی با 10 تا سابسکرایب هم اومدن و این موضوع رو مطرح کردن. آریا کوکسر این موضوع رو مطرح کرد تا مخاطبای خودش رو به یک برنامه جدید که ظاهرا اسمش کیک هست دعوت کنه و جالبیش اینجاست که این برنامه هم سازندش ایرانیه. پس آریا قصد تبلیغات داشته. اما پس چرا بقیه راجع به کم شدن درآمد یوتیوب ویدیو ساختن؟ این موضوع کاملا طبیعیه، چون تمام این قضايا برمیگرده فقط به یک چیز: ترند. تمامی یوتیوبرها تشنه ویو هستن و دنبال موضوعات ترند هستن. پس چه موضوعی بهتر از این؟ موضوعی داغ که هر کسی وقتی ببینش روش کلیک میکنه و ببینه قضیه از چه قراره. دقیقاً مثل همین کاری که من انجام دادم. منم راجع به این موضوع ویدیو ساختم، دقیقاً همین ویدیویی که الان دارید میبینید. پس بذارید اینو بهتون بگم: اگه قصد دارید یوتیوب رو شروع کنید یا همین الان شروع کردید و اول کار هستید، هر وقت همچین موضوعی ترند میشه دریغ نکنید و راجبش محتوا تولید کنید. و راجب اصل ماجرا هم خیالتون راحت، درآمدهای یوتیوب فارسی از بین نرفته. فقط چون نزدیک به سال میلادی جدید هستیم، یوتیوب یک مقدار حساسیت به آی پی نشون داده که این هر سال اتفاق میفته و طبیعیه. روز خوبی داشته باشید.